اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالای گلخواجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 13 اکتبر چنینند: با گذشت چند سال به ولایت سوخت گازی ازبکستان می آید، اما ساکنان قدرت خریداری آن را دارند. از طریق کارخانه همون پروبهاش گذرانده دیند. اتحادیه اروپا با قبول تحریم‌های نو علیه بلاروس آماده می‌شود و حکومت آن کشور به استفاده سلاح کشنده در نسبت مردم ناراضی تهدید می‌کند. با این پول آنها تا مردن خانه خریدن نمی‌توانند. از این رو جوانان اعتراض دارند و من با آنها هستم. و مردم نویه واسه میگویند به فرق از ضرر دیدگان سیل خراسان برقرار کردن خانه‌هایشان بعد آفت طبیعی با مشکلی برای آنها دست می‌دهد. گوی داشتم فروختم با ای بانک خرج گرفتم کرشه محکم کردم. سه ساکن برناول که جوانزن زوده توجیکستان را در مسکو از حمله مرد نجات داده بودند با کمک مهاجران توجیک به زادگاه خود برگشتند. آخر هفته گذشته شبانگاه یک مرد مسلح با کرد در کوچه به زن حجاب پوش توجیک حمله میکند. با کمک زن سه جوان مرد میشتابند و حمله‌گر را به زمین خوابانده پلیس را دعوت میکنند. نجات بخشان زن در رو به سوی فرودگاه بودند و در این گیرودار از پرواز دیر کرده برای خریدن بلیط نو پول نداشتند. عزت امان رهبر مرکز توجیکان از مهاجران توجیک دعوت نمود که برای این سه جوان مرد کمک رسانند. خب ما باید که برای این جوان یک تشکر بیان میکردیم. برای اینها ما در شبکه‌های اجتماعی یک حساب باز کردیم و در یک چند مدت حدود 57,000 روبل از حساب دوستای ما در این صورت حساب برادرایی که از برنامه آمده بودند و به جوانزن تاجیک کمک کردن ریخته شد و اینها تشکر بیان کردند و الان در برناول هستند. ضمناً مرد حمله‌گر را پلیس دستگیر کرده، در نسبت او پرونده جنایتی آغاز شده است. ازبکستان طبق یک شرطنامه دیگر باره به توجیکستان گاز می‌دهد و آن هم با نرخ ارزانتر. در عهد اسلام کریمов پرزیدنت پیشین ازبکستان بنابر بلند بودن نرخ از یک طرف و طلب پیش پرداخت قیمت گاز از سوی دیگر باعث شد که توجیکستان واردات آن را قطع کند و ظاهراً با گذشت تقریباً 10 سال شعله گازی همسایه کشور در خانه‌های ساکنان ولایت سوخت از نو فروزان می‌شود. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر. بیشتر از 10 سال است که این قبورهای گاز تقسیم کنی فعال نیستند و مردم مجبور هستند که با برق و یا آتشدانهای بابایی خانه‌هایشان را گرم کنند و حتی خوراک بپزند. ولی مسئولین سامان سوخت گاز تصمیم دارند دوباره به ولایت سوخت گاز را فعال کنند و به مردم آن را با نرخ ارزانتر دسترس نمایند. حالا حدود 15 نفر مهندسان گاز تأمین کنی بیشتر از 400 چاه‌های شخ شده لوله‌های گازگذر در خوجند را طول 3 ماه است که نرم می‌کنند و قبورهای از نمی فرسوده شده را دوباره برقرار می‌سازند. مسئولان این کارخانه میگویند از جانب ازبکستان دوباره گاز به قبورهای گاز تقسیم کنی عظیم در ولایت سوخت آمده است و شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه‌های صنعتی، بعد به خانه‌های زمینی و بلندآشانه‌های اهالی شهر خوجند که قبورهای گازگذر را فعال نگه داشته‌اند تقسیم می‌گردد. در ماه دکبر کوشش میکنیم که همین سه شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجان غفورفه کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما بفرگی به گاز تامین کنیم. در حدود ولایت بیش از 800 کیلومتر قبورهای گازگذر و از جمله در خوجند 470 کیلومتر هستند. قبورهای وصل و نصب شده گازی در چاه‌های ولایت سوخت در سالهای 60 اصل گذشته ساخته شدند و مهلت استفاده آن به گفته متخصصان تا 30 سال معین گردیده است. ولی مسئولان سامان سوخت گاز میگویند قبورها حالا نیز قابل استفاده هستند و تنها روی پوش چاه‌ها را که از بی‌نظارتی اسفالت پشت گردیده بودند دوباره باید کشاده کنند. زیاده از 2 میلیون سامانی مصرف می شود، اما این پورا نه. حالا تقریبا 400-450 هزار سامانی مصرف شده است.
احتمال از سرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان کشور را خوشحال کرد، ولی برخی از آنها نگرانند که حتی در صورت دوباره انتقال شدن گاز طبیعی به منزلشان آنها آماده نیستند از آن استفاده کنند، زیرا نصب دوباره لوله های انتقال گاز فرصت و مبلغ می‌خواهد. با نظر من کفایگی نمی‌کند همون مبلغ از اونجا می‌فرستندگی حساب همین از طرف کارخانه همون تربه‌هاش گذراندتیان. آینده ما مبلغ‌های هر ماهش حرکت کرده از روی همون شوچی میچی که شود اینش میسپردیم. در همین حال مسئولان این نهاد به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکل خراجاتی اهالی را سبک می‌کند، زیرا اگر حالا نرخ 1 لیتر گاز مائع بیشتر از 4 سامانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سامانی قیمت نخواهد بود. با تاکید آنها این نرخنامه به تمام مشتریان یعنی کارخانه‌های صنعتی و تجارتی، نقطه‌های سوزشواری و نقلیات مسافرکشانی و استفاده اهالی در منزل‌های استقامتی یک خیله است. در دوره وقتی رهبر دولت ازبکستان اسلام کریم بود، ما گاز رو به مقدار 340 تا 360 دلار برای 1000 کوب می‌گرفتیم. خیلی گران بود. بعد بگیم تغییراتی کشید در دولت همسایه، یعنی که شوکت میرزاییف شد، ما حالا گاز به مقدار 130 دلاری برای 1000 کوب می‌گیریم. حالشناسان میگویند احتمال از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان می‌دهد که در فصل سرما صرفه نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجاً از بین می‌رود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. خب این گزارش رو تماشا کردیم و در ادامه برنامه اخباری آزادی مطلب‌های دیگر نیز هست، اما قبل از آن به این آگهی توجه کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه میدیم. در بلاروسیا بیش از 2 ماه می شود اعتراضهای مردم ناراضی از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی و پیروزی الکساندر لوکاشنکو جریان دارد. مقامات انتظامی این کشور تهدید نمودند که برای پراکنده کردن تظاهرگران می توانند از سلاح کشنده و تجهیزات خاص استفاده برند. اما با وجود این هشدار در اعتراضهای اخیر افراد بازنشسته نیز به کوچه ها برآمدند. ادامه در گزارش اسکندر خواجه میرزاده. روز 12 اکتبر در چارچوب مخالفت با پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی بلاروس، هزارها ساکن شهر مینسک در راهپیمایی بازنشستگان اشتراک کردند. ده‌ها هزار نفر با پرچم‌های سفید و سرخ رمز انقلاب بر ضد لوکاشنکو به کوچه‌ها برآمده بودند. چگونه جوانان می توانند در این کشوری کمبغل زندگی کنند؟ وقتی من با طرفداران لوکاشنکو بحث میکنم، من میگویم که من خانه پولی نمیسپارم، ولی جوانان برای کرایه خانه باید 500-600 روبل سپارند که از 155 تا 195 دلار را تشکیل میدهد. با این پول آنها تا مردن خانه خریدن نمیتوانند. از این رو جوانان اعتراض دارند و من با آنها هستم. در انتخابات پرزیدنتی 9 اوگوست الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلان شد، ولی از آن وقت به این طرف هر هفته 10,000 نفر به گردهمایی‌های اعتراضی می‌برآیند. به قول آنها انتخابات سرشار از تقلب بود. لوکاشنکو که 26 سال اینجانب سر قدرت است، کوشش دارد با دریافت کمک مالی روسیه حکومتش را حفظ کند. تقلب در انتخابات، زورآوری و اذیت مردم، همه این اعمال مخالف اخلاق مذهبی پروسلاوی نصرانی است. روز یکشنبه 11 اکتبر 713 نفر به خاطر اشتراک در اعتراضهای دسته‌جمعی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی با استفاده از آب و کلتک گردهمایی‌ها را پراکنده کردند. در عین زمان معاون وزیر امور داخلی بلاروس گنادی کازاکویچ تهدید کرد که اگر ضرور بود نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات از سلاح کشنده هم استفاده خواهند برد. روز 12 اکتبر وزیران امور خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش زورآوری پلیس در مقابل اعتراضگران موافقت کردند که تحریم بر ضد لوکاشنکو و منصبداران بلندپایه بلاروس جاری شود.
در رویخط تحریم شده ها که اتحاد اروپا 2 اکتبر قبول کرده بود 40 نام را جای داده بودند ولی اسم لوکاشنکو در آن ثبت نبود. حالا اتحاد اروپا میگوید لوکاشنکو امکان برگزاری انتخابات نو را رد کرده هیچ امکان جز جاری نمودن تحریم بر ضد او را در اختیار نمیگذارد. برمیگردیم به تاجیکستان. 13 اکتبر در جهان چون کاهش آفت‌های طبیعی یاد می شود. تنها در سال جاری تاجیکستان شاهد 194 حادثه فوق‌العاده شده بر اثر آن چندین نفر هلاک، ده‌ها منزل زیست خراب گشته و میلیون‌ها سامانی خسارات رسیده است. در این روز رادیو آزادی تصمیم گرفت به سراغ آنهایی برود که در آفت و سیلخیزی‌های یک سال اخیر خانه‌های خود را از دست دادند. محمود جان رحمتزاده کوشش کرد ببیند که این مردم چه حال دارند و چه کمک‌های دریافت نموده‌اند. گزارش را امردین اولیموف تقدیم می‌کند. رحمان علی امیرخوجایف بیش از 1 سال شد خیشت بالای خیشت مانده همین کلبه را بنیاد کرده است. فصل سرما نزدیک است اما ساختمان انجام نیافته. ماه ایونی سال 2019 بارانی سخت و آمدنی سیل منزل رحمان علی را خراب کرده بود. مقامات آن وقت وعده داده بودند که برایشان کمک میکنند. یاردم میکردم ما قناعت بخت نیستیم اینجا. واپسی نالوگ زمین هم میتیم. سومی سویت هم میگیرد. سومی اوم هم میگیرد. همه امیرامو داکیمتو خونه داجی اینامد داکیمتو مقولی بود کاغی نیستم. اومدن یک 1050 سوم گرفتن با اومد 750 سوم گرفتن برای تخ پاسپورت خونه یگم یاردم داکیمنتو سیل داد چی شد؟ همه شبو اما خیلی با ما کمیته زمین کیونه سال 1964 رفتیم ما را نگاه کردیم نگاه نیست خب اومدیم همه را اصرار کردیم ولی داکیمتو بود شدگی نیست فقط. بارانگری های پی همی سال گذشته 300 خانواده دهه گلستان ناحیه واسع را به خانه کرده بود. مقامات گفته بودند که با آسیب دیده ها کمک میکنند. با گذشت بیش از 1 سال هنوز هم ساختمان خانه های برخی از ساکنانی که در پی سیلخیزی منزل های خود را از دست دادند پر تمام نشده است. آنها از آن شکایت میکنند که برای برقرار کردن خانه های خود کمک ناچیز گرفتند یا اصلا چیزی دریافت نکردند. چند قگوی داشتم فروختم با ای بانک قرض گرفتم کرشه را محکم کردم. منزل زرگل هم از بارش زیاد خراب شده بود. در این مدت خانه‌اش را دوباره بنیاد کرد ولی برای تعمیر داخلی خانه زورش نرسید. زرگل میگوید مقامات به قدر امکان برایش کمک کردند. یک بار دوباره دادن من 1,500 و تمام می یا 10-12 فنر گیپسا کردن دادن من یا 15 قبچهش پکلیفکا دادن ای کشقه تمام. با فرق از برخی منطقه های دیگر حکومت به قضیه سیل زده های خراسان که برای جلب توجه مقامات با مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. مقامات گفتند که ماه سپتامبر پوره 67 منزل را به ساکنان از سیل ضرر دیده سپاریدند. برای ساکنان یک پایگاه برقدهی و بنگاه طبی هم ساختند. سال جاری در تاجیکستان 194 حادثه فوق‌العاده به عمل آمده 10 منزل زیست خراب شده است. در پی این حادثه ها 8 نفر هلاک شده است. آفت‌های طبیعی تنها در 6 ماه امسال بیش از 50 میلیون سومانی ضرر آوردند. از روی معلومات رسمی دولت به هر یک خانواده ضرر دیده از 600 تا 1,500 سومانی مبلغ داده است. اما تا حال مبلغ عمومی از جمله کمک‌های وارد شده تشکیلات‌های بین المللی و شخصانی علاهیده نشر نشده است. و وزارت دفاع تاجیکستان میگوید 75% نقشه دعوت تیرمای جوانان به صف ارتش اجرا شده است. موسم دعوت نوبتی سربازان 1 اکتبر شروع گردیده بود. هنوز در روز نخستین ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اسفراون نورک، شهرستان رشت، سنگور و تاجیک‌آباد از اجرای پوره نقشه خبر دادند. در وزارت دفاع میگویند که نقشه دعوت اساساً از حساب اختیاریان پر می شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. بینندگان عزیز اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت همه شما از آن را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. تا فردا خدا نگهدار.